قیافه منه. نمیدونم چرا همش موهای من رو مخ منه. همیشه پارازیت خب بشین دیگه بشین. آره آره هنوزم دارم ضبط میکنم. آره خیلی پیچیده داری حرف میزنی اصلا. یه سری توضیحات بعد چند روز بالاخره دارم میام این قسمت آخر ویدیو رو بگیرم. هی میخواستم روزهای اول بگیرم ولی نمیرسیدم، انقدر که تایم‌ها فشرده بود، بعد ساعت‌های خوابمون کامل به هم ریخته، اصلا خیلی تایم خوابا عجیب غریب شده. روز اول که اومدیم پف خالص بودم، صورتم یه جوری پف کرده بود، الان باز یه خورده بهتر شده، الان داره برمیگرده ما حالت عادیش. یه خورده زاویه‌ام معلوم داره میشه، گونه‌هام داره معلوم میشه. گرد شده بودم قشنگ، یک عدد توپ انگار گذاشته بودم به جای صورت من، ولی الان داره بهتر میشه. همینجوری هی به آب و هوا دارم عادت میکنم، این پفه داره هی کمتر میشه، داره به حالت اولیه خودم برمیگردم. الان چند روز شد؟ 7 روز یک شنبه است. ما هفته پیش این موقع ساعت 3-4 فرودگاه بودیم مثل حرکت. 7 روز شد. 7 روز شد. الکی 7 روز شد. من خیلی الان فکر الکی کردم هم 5 روزه تازه. یه ذره واقعی یکی. آره آره خلاصه الان تازه بدنم داره ریکاوری میشه، ساعت خواب که کامل به فنا رفته، روتین زندگیم که اصلا دیگه هیچی اون خودش نیست، ولی خب جالبه کلا. خب و حالا هر چیزی سختی خودشو داره، جالبی خودشو داره. تا به اینجای کار که جالبیش بیشتر بوده، سختیش کمتر بوده. ولی چیزی که هستش بخوام مثلا از این داستان مهاجرت با هم صحبت کنم و اینا، خیلی آنچنان سخت نبوده برام. اصلا نمیدونم چرا. ما خیلی راحت اومدیم. انگار اصلا یه خونه‌ای داریم میریم یه خونه. انگار که به قول من و نگین داشتیم با هم صحبت می‌کردیم چرا غربت نمیگیرتمون. از روز اول پرواز، از لحظه‌ای که نشستیم توی هواپیما منتظر بودیم غربت بگیره، مثلا یه خورده گریه‌مون بگیره، یه خورده مثلا ناراحت باشیم. اصلا اینم بی تاثیر نیستش که ما با تیم اومدیم. خب با یه سری از بچه‌ها اومدیم، گروهی بلند شدیم اومدیم. آره کلا هر روز داریم میخندیم با هم دیگه. این خیلی تاثیرگذاره که تو مثلا احساس تنهایی نمی‌کنی. خب مسلماً کسی که تنها مهاجرت میکنه با کسی که مثلا چند نفری باشه، با دوستاش باشه یا تعداد بیشتری باشه خیلی تاثیر داره. آفرین دقیقاً. ما 24 هر روز با همیم و صبحانه‌مون با همه، بیدار میشیم همدیگه رو بیدار میکنیم تا آخر شب با همیم. باز دوباره موقع شام هم همه کنار هم دیگه جمع میشیم، شاممون رو میخوریم، هر کی میره تو اتاق خودش میخوابه. احساس کنم چند روز دیگه همه توی یه اتاق میخوابن. بخاطر اینکه جدایی دیگه داره سخت میشه. حالا هنوز که کار شروع نشده، هنوز فعلا توی حالت اون استندبای خودمون هستیم، داریم عشق و حال میکنیم. آره فعلا داریم میگذرونیم تا اینکه کار شروع بشه. حالا اون موقع داستان متفاوت میشه که چجوری میخواد پیش بره. یه خورده سختی بیشتر میشه، وقتی سختی کار بیشتر میشه فشار رود بیشتر میشه، فشار رود بیشتر بشه. بیا اوکی. فشارم رود بیشتر بشه، خب مسلماً غمگین میشی، ناراحت میشی، عصبی میشی، پرخاشگر میشی یا حالا هر چیزی دیگه. برای هر کسی یه شکلی خیلی هم اتاقی خوبیه. خدا رو شکر. هم سفر خیلی خوبی بودیم، هم اتاقی بود. واقعا قبل از اینکه بیایم همیشه دوست داشتم با هم اتاقی آره. آفرین به تصمیمم. اینو منشن میکنم. باشگاه که با هم دیگه بودیم، بعد من نگین اصلا با هم دیگه صحبت میکردیم، نگین برمیگشت میگفتش که کیمیا خیلی دوستان با هم دیگه هم خونه بشیم، با هم دیگه زندگی کنیم. جملات هم اصلا یادم رفته، همه زبونا رو دارم قاطی میکنم. شرایط جوری نبود که ما بتونیم. اصلا من واسه خودم یه جای دیگه داشتم زندگی میکردم، نگین داشت کنار خانواده‌اش زندگی میکرد، اصلا هیچ جوره امکان اینو نداشت که من نگین بخوایم با هم دیگه هم خونه بشیم. ولی شد.
ولی زد و 1 ماه بعدش با هم دیگه همخونه شدیم. قدرت تصویرسازی اینو همیشه جدی بگیرین. حتی من همین الانشم که اینجا قدرت تصویرسازیمه. حالا نمیگم دقیقاً همین سکشن بودم یا مثلا همین کشور بودم، ولی چیزی که هستش خب حالا داره پله پله میره دیگه. پله پله داره نزدیک میشه، میره به اون سمتی که هدف غایی و نهاییه، میرسه به اون قلهه بیایو. بعد که رسیدی به اون یکی میره، حالا یه دیگه انتخاب میکنی میری به اون یکی. خواهشاً تو تصویرسازیاتون اون تصویرهای خوشگل بسازید. ببین واقعا این جدیه، واقعا این جدیه که شما وقتی دارین در مورد یه چیزی فکر میکنین چرت و پرت فکر نکنین لطفاً. خیلی واضح دارم میگم، چرت و پرت اصلا در مورد یه چیزی فکر نکنین. حتی رنگ لباساتون هم تو تصویرسازیاتون تنتون باشه، بدون میاد اصلا یهو. خب تو وقتی که داری فکر میکنی فکر فرکانس میفرسته. فرکانس هم که خودتون میدونید دیگه، کل جهان هستی، کل کیهان عالیه از فرکانس تشکیل شده. خب الان فرکانس و شما وقتی که دارین یه فکری رو توی سرتون میارین، یه تصویر دارین توی سرتون میسازین، شما دارین اون به صورت انرژی مثل فرکانس میفرستینش و باورش کن و به سمت خودتون برمیگرده. حتی اگه باورش هم نکنین یا به سمتتون میاد. روزی که پروژه ریاض من پیشنهاد شد باورش نداشتم که میرم و اینجوری بود که خب حالا دیگه یه چیزی گفتن دمشون گرم، ولی وقتی جده رو باور کردم آره وقتی جده رو گفتم نه جده من هستم 100% هستم و اومدم شد. چرا؟ چون از روز اول من این داستان جده رو باورش داشتم. خیلی خوبه که باور داشته باشی، تصویرسازی بکنی، تمام پله ها رو بچینی و شروع کنی حرکت کردن. حالا رسول الله نگیم صلی الله علیه. اینجا یه سری چیزا ممنوعه، یه سری کلمات ممنوعه، یه سری مثلا حالا نگو حرکات ممنوعه. تو خیلی نخوام بیان عربستان. اونایی که میخواید بیاید عربستان بیاید دایرکت لطفا. قبلش حتما برین توی یوتیوب همه چی سرچ کنید. مثلا من خودم همین کارو کردم، رفتم توی یوتیوب بچه کلاب نداره عربستان. درینک میرینک نو درینک میرینک. آب پرتقال اسلامی اینو باید تحریر 100% اصلا. خدایا اصلا دست نگیم باید یه سری جا رو حذف کنم اصلا کامل. خلاصه که اومدم کلام آخر رو بگم. تا به اینجای کار که همه چی اوکی بوده، تا به اینجای کار همه چی خوب بوده، خوب پیش رفته و امیدوارم که از اینجا به بعدش هم خوب پیش بره. درصد روزه سخت‌تری هم در پیش رو هست، الان روز اولشه ولی میسازیمش. کارمون همینه، زندگی همینه. گلوم یه خورده درد میکنه. با هوا که عوض شدهش انگار که کل سیستم بدنم عوض شد. خلاصه که بخوام در مورد این تجربه‌ای که الان دارم میخوام صحبت بکنم، میخوام بازش بکنم، چیز خاصی ندارم میخوام بازش کنم. احساس عجیب غریبی ندارم به هیچ عنوان. مسلماً چون با تیم اومدیم خیلی متفاوت از زمانی میشه که یه نفر بخواد تنها مهاجرت بکنه بره یه کشور دیگه. درسته که یه سری سختی خودشو داره. تا به اینجای کار که همه چیش خوب بوده برام، همه چیش فان بوده، جالب بوده. بعد دیگه ارزم به حضورتون خوب بوده تا به اینجا. بعد یه سری چالش‌ها هستش که خب هر کسی به نسبت خودش، به نسبت اتفاقاتی که براش میفته یه سری چالش‌ها رو داره. دلتنگیه هستش، حالا برای خانواده، برای دوستا، برای کسایی که میشناسیشون، برای کسایی که دوستشون داری. این دلتنگیه هستش همیشه. اینجوری نیستش که بگی همه چی گل بلبله، همه چی داره عالی پیش میره. نه اینا هستش، ولی خب همیشه هر روز کلا اینو به خودم یادآوری میکنم که اون هدفی که دارم برام خیلی مهمتره. اون باعث میشه که بخوام همش ادامه بدم. همین گفتم که بیام کلام آخر رو بگم. تایم نشد که بخوام بیام صحبت بکنم. موهام نمیدونم رو مخمه ولی جالبم هستش. فر خورد اومده پایین. مرسی که تا الان ویدیو رو دیدین، انرژی گذاشتین، وقت گذاشتین. بای بای.